شبتون بخیر. تحلیل هفته پیشروی طلا رو میخوایم داشته باشیم. طلا طبق انتظارمون تو هفته گذشته با باز شدن بازار یه ریزش داشت تا ناحیه حمایتی 41.63 تا 65 و از اونجا صعود داشت برای شکستن این مقاومت 42.63 تا 64 که همین اتفاق افتاد. این مقاومت شکسته شد و طلا یه صعود داشت و رسید به مقاومت 43.53 تا 55. یک ریزش داشته و اومده تا همین ناحیه سقف قبلی و خط شکست روزانه قبلیش، یعنی همین 42.60 و از همینجا حمایت شده و رفته بالا. برعکس هفته پیش که انتظار داشتیم طلا روند نزولی داشته باشه، ریزش داشته باشه، به نظرم این هفته طلا میتونه صعودی باشه، بیاد و این مقاومت 43.80-81 رو بشکونه، تو پولبک ها و تو حمایت ها بخواد حمایت بشه و بخواد ATH های جدیدتر رو بزنه. حالا بریم تایم فریم یک ساعته مقاومت و حمایت های طلا رو ببینیم که کجا میتونیم تو مقاومت ها بخوایم اسکالپ و فروش داشته باشیم و حمایت هایی که طلا میتونه داشته باشه برای صعود و شکستن این سقف و مقاومت هم روزانه هم قوی هفته گذشته، یعنی 43.80-81 چطوریه.